به بعد طبق نقشه، طبق هم نقشه نوشتاری هم نقشه اصلی، بافت باید به صورت کاهشی باشه. بافت ما مربع هست، پس از دو طرف باید کاهش داشته باشیم. خب چه صورته؟ من اینجا 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم و اینجا اتصال میدم. این از اول. رج 10، 2 سفید، 5 قرمز، 1 سفید. خب همینجا شروع میکنم. 3 تا زنجیره، 1، 2، 3 تا پایه بلند، 1 اتصال و 3 زنجیره، 3 پایه بلند. بعد 2 تا سفید میزدم، بعد بیام قرمز، 5 قرمز بعد بافت بزنم. باز این چون قسمت پشت بافت هست، رنگ رو اینطوری عوض میکنم. از قسمت قلاب رو از قسمت روی بافت وارد بافت میکنم. 1، 2، 3 و اینجا نخ رو توی بافت نگه میدارم. پنج پیکسل قرمز، نخ رو میخوام عوض کنم، باز هم اینجا عملی کشش ایجاد میکنم. بعد 1، 2، 3 و این هم بسته در حلقه زنجیرها. به این صورت از این یکی هم عبورش میدم و توی این رنج 1 سفید باید بافت بزنیم. 1 سفید. اینجا که بستید بزنم، این رنج تموم میشه. اینطوری به این صورت. خب بریم برای رج 11. این نخهایی که قاطی میشه رو آزاد بکنم. بافت بسیار زیباییه، فقط این نخها رو باید مدیریت کنیم. خب من 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم و اینجا 1 بست میزنم تا رج 11 هم شروع بشه. برای رج 11 طبق نقشه 1 سفید باید بافت بزنم، 1، 2 و 3. بعد قرمز رو دوباره باید بیارم توی بافت، اینجا کشش ایجاد میکنم، اینجا میتونم بست بزنم، 1، 2، 3 تا بست و یه بست توی اینجا رو وصل میکنم. سه تا زنجیره. رنج 11 4 قرمز 1 سفید 4 قرمز 1 خب نخ رو عوض میکنم و 2 تا سفید قراره بافت بزنم. نخ رو اینجا یک کشش ایجاد میکنم، بعد این نخ این روی بافته، نخمو میندازم پشت بافت، این هم یک اتصال، نخ رو توی بافت نگه میدارم. و
دومین پیکسل سفید، اینجا کامل دیگه رج مشخص شده، اینجا پایان رج هست. بست میزنم، 3 تا زنجیره برای شروع رج بعدی. بافت تا اینجا به این شکل شده. رج رو، قسمت روی بافت و قسمت پشت بافت. خب رسیدیم به رج 12. رج 12 1 سفید، 3 قرمز و 2 سفید هست طبق نقشه. رج پشت بافت، من 3 زنجیره رو زدم، باز هم رج های کاهشی هست، 3 پای بلند، یک سفید رو زدم. حالا میرسم به بافت 3 تا پیکسل قرمز. اینجا بست میزنم، پایه های بعدی تعداد 2 تا سفید. خب اینجا ما قراره 2 تا خونه این نخ سفید رو بیاریم پایین تر به این صورت. من نخ رو باز هم از پشت بافت هستیم از رو میارم، این نخ رو میکشم به این اندازه، تقریبا به این اندازه من نخ رو اضافه میگذارم. یه بست و 3 تا زنجیره. چرا؟ چون من میخوام اینجا این نخ رو کنار بافتم ببرم تا انتها برسم به رنگ دوم. خب 1 من پیکسل اول رو بافت زدم، میام قلابم رو از زیر این نخ آزاده رد میکنم، بعد از توی حلقه زنجیره ها بعد بست میزنم. الان نخ من همراه بافت اومد بالا، 3 تا زنجیره، یه ذره من زیادی اینجا نخ گذاشتم. خب اینجا 1 2 و 3. خب اینم میتونم بیارم اینجا که توی بافت مخفی بشه. 1 2 و 3 تا زنجیره. این از رج 12. خب اینجا رو من بکشم، اینجا رو همینطور و بریم برای رج 13. با 3 تا زنجیره زدم، بافت رو برمیگردونم، اینجا بست میزنم و شروع رج 13 با 3 زنجیره چون کاهشی هست. رج 13 1 سفید، 3 قرمز، 1 سفید. 1 سفیدم رو به بافت بزنم، رنگ رو عوض میکنم، نخ رو میندازم پشت بافت. خب اینو میکشم و رنگ قرمز رو، چون از این بافت از رو هست، این رج از بالا عبور میدم، بست میزنم و 3 زنجیره. 1 2 3 بست. به پیکسل بعدی 3 تا زنجیره، پیکسل دوم از رنگ قرمز، بست و پیکسل سوم. بکشم
خب به این برای رنگ سفید که یه سفید هست. باز هم نخ رو میارم از اینجا یه مقدار اضافه و بست و 3 زنجیره. 1 2 3 بست میزنم. رج 13 تموم میشه. قلب من داره شکل میگیره. رج 14 که طبق این نقشه‌ای که ما نوشتیم آخرین رجیه که بافت قرمز داره. برمیگردم رو رج 14 یک سفید داریم اینجا. رج رو شروع میکنم. 2 و 3 رنگ رو عوض میکنم با 2 تا قرمز. باز اینجا طبق بقیه من بست بزنم که دیگه یه دست بشه. 1 2 3 بست و یه بست توی فضای زنجیره‌ای که با این ادامهش میکنم. خب 2 تا پیکسل قرمز. اینجا جلوی دوربین خیلی سخته تغییر رنگ دادن ها، ولی خب چون همش نخا تو دست و بالا من میپیچه، ولی مطمئنا شما بخواین با آرامش این کار رو انجام بدین خیلی راحت و دلپذیره. این هم از پیکسل دوم و رنگ سفید رو اینجا وصل میکنم برای پیکسل آخر. خب اینم شروع رج بعدی. خب تا اینجا ما از رنگ قرمز استفاده کردیم، از سفید استفاده کردیم و یه رشته نخ دیگه به این صورت. از اینجا به بعد بافت سفیده. من دیگه قرمز رو میتونم جدا کنم و همینطور این یکی سفید رو جدایی هم که میخوایم بکنیم یه مقدار نخ رو بلندتر بچینیم. حالا من خیلی هم بلند نچیدم. اول همینجا روی یکی از اینو روی پشت بافت انجام بدین. یکی از حلقه ها یه گره اینطوری بدین. بعد نخ رو از چند تا از حلقه های پشت بافت عبور بدین و این نخ اضافه رو میچینیم. پس اون گره رو حتما یادتون باشه بدین. من نخ رو اینجا دوباره نشون میدم، یه مقدار بلند میچینم روی یکی از این حلقه های پشت بافت اینجا نزدیک این. اول نخ رو کامل میکشم، بعد اینجا یک گره میدم، یک زنجیره که بزنین باز گره میخوره. خب بعد میام از چند تا از این حلقه هایی که پشت بافت هست، الان قلاب ازشون رد نمیشه، عبور میدم قلاب رو و نخ رو رد میکنم و این سر نخ ها باید چیده بشه. الان این پشت بافت ما هست، این هم نخ اضافیه، میچینمشون. خب رسیدم به رج 15 هم. رج 15 16 و 17 تک رنگ هست و سفید. من این 3 رج رو بافت میزنم، 2 3 تا پایه بلند،
یک بست. برای اینکه بافتم کاملا توی لبه های یک دست باشه 3 تا زنجیره میزنم و برمیگردونم بافت رو روی این حلقه زنجیره ها یه بست میزنم. یه زنجیره، بافت تمام شد. نخ رو جدا میکنم. اینم از بافت موتیف خوشگل ما. بعضی جاها یه مقدار میتونین با دست پایه ها رو جابجا کنین تا این فضاهایی که دورنگه دیدش بهتر بشه. به این صورت یک موتیف کوچولوی 9x9 رو با هم بافت زدیم. دورنگ بافته، این روی بافته که کامل میتونین ببینین هیچ اینا اضافه های نخیه که باید چیده بشه، هیچ نخ اضافه ای نداره. و اینم پشت بافته. با اون اصولی که بافت زدیم پشت بافت هم نمایی مثل روی بافت داره. شما از دروش میتونین استفاده کنین، هیچ موردی نداره. خب امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و پیکسل بافی رو با نقشه به صورت اصولی یاد گرفته باشین و بتونین بافت‌های زیبا و بسیار قشنگی رو باهاش بافت بزنین. اگه دوست داشتین توی پست‌های بعدی همراه من باشین تا چند رنگ بافی و طرح‌های بزرگتر رو با هم بافت بزنیم و لذتش رو ببریم. ممنونم از اینکه همراه من بودین. خدا نگهدارتون.